درود بر شما جناب تیمسار زروانه. من مدتی میبینم شما همینطور مشغول نوشتن هستید و برعکس مردم شما با دست چپ از چپ به راست مشغول هستید. کاغذ هم برعکس گرفتید. شما از کی علاقه‌مند به، یعنی از کی مشغول به نویسندگی هستید و بیشتر چه مباحثی رو تحلیل میکنید؟ چه مباحثی میپردازید؟ من نویسندگی خیلی دوست می‌دارم. اینکه چپ دستم و با پای چپ فوتبال بازی می‌کردم و خیلی کارا رو با دست چپ و پای چپ انجام می‌دادم. خب مادرزادی هست. آدم برخی میگن آدمای چپ دست خیلی هم باهوشن. بله. شاید. ولی من خیلی می‌نویسم. من شاید از اینجا تا ایران اگر این زنجیرهای نوشتار من بذاری برسه و میپندرم کسی توی این 10,000 سال به اندازه من ننوشته. آری من از چپ و راست می‌نویسم، برای که بسیاری از فرزندان ما دیگه در اینجا با نوشتار قرآنی یا عربی که امروزه در ایران و افغانستان می‌نویسن نمیتونن بخونن و بنویسن و نوشتار پارسی سخته، زیرا در اون او نیست. ولی با لاتین که من می نویسم که در اونجا ایکس خ خونده میشه چنان که تو زبان روسی و یو آر با یو می نویسم، مانند بسیار از واژه هایی در انگلیسی: سان، کاپ، آمبرلا، آندرگراند، باتر و کیور ق خونده میشه، ق و غین توی این نوشتار من و من برای بچه ها می نویسم. خب کار سختیه که من زیگزاگ از چپ بنویسم و از راست بنویسم. خیلی نوشتم، خیلی داستان نوشتم، خیلی رنجنامه‌ای که درباره ایران نوشتم. ولی یه پرسش از اینا داشت. بله، میخواستم این مبحث رو اینجا باز کنم و از شما خواهش کنم در این مورد صحبت کنید. شما در گفتگوهای قبلیتون اشاره کردید که در ایران حادثه بزرگی روی نداده در حد انقلاب، یعنی اصلا انقلابی روی نداده. خب اما اسناد تاریخی و بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها، یعنی همه به اتفاق معتقدند که دو انقلاب بزرگ، یکی انقلاب مشروطه و یکی انقلاب 57 در ایران روی داده. شما که میگید چنین چیزی نیست، میخواستم در این مورد بیشتر توضیح بدید و این مسئله رو روشن کنید برای کسانی که ابهام داره. برای اینکه کودتا رو نمیشه نامش گذاشت انقلاب. یا رژیمی بره یا رژیم دیگه بیاد. رژیم غزنوی بره، سلجوقی بیاد، رژیم قاجار بره، پهلوی بیاد، پهلوی بره، آخوندی بیاد. دگرگونی تو ایران هنگامی، توی هر کشوری هنگامی رخ میده که در اندیشه ها بده، همگانی باشه، فراگیر باشه. این که نشد ما بگیم آره این دست بیگانگان بود آوردن کسی. خب اگه ما شناخت داشتیم، بینش داشتیم که نمی رفتیم تو خیابونا بگیم الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. خب و پس از اون بگیم همه بگیم ما گول خوردیم. توی نوشته‌های حافظ هست که مرغ زیرک به دام نمیفته. صبح بخیر. مرغ زیرک به دام نمیفته. این که همه ما به دام افتادیم ریشه در بت‌پرستی ما داره. چرا ما باید به سوی عربستان نماز بخونیم؟ عرب ها که آمدن که اصلا ریشه زبان فارسی رو بزنن، چرا که در مصر زدن، در سوریه زدن. ما شاه پرست بودیم، آدم پرست بودیم و یک بار خمینی شد بود. چرا خمینی باید بشه بود؟ چرا آخوند باید بشه بود؟ آخوندی که 1400 سال به زنان ستم کرد، به زبان ستم کرد، به ایران ستم کرد،
به یزدان ستم کرد. آخوند نماد بت پرستی است. بنده پروری برای چه کسی میکنه؟ چه دلبستگی به ایران داشت خمینی؟ ازش پرسیدم، گفت من کششی ندارم، من کار ندارم رضا پهلوی هرچی کرد نکرد، ولی فامیل خودش گذاشت پهلوی. بسیاری از واژه‌های فارسی اومد تو زبان فارسی، در بویژه در کجا؟ در ارتش. واژه‌های مانند بلدیه شد، شهربانی و مالیه شد، دارایی، و برنامه این بود که یه پالایشی در زبان فارسی بشه. کششی بود، انگیزه‌ای بود، در همون نیمچه دگرگونی در چیز، در روزگار قاجار. و شما نگاه کنید هنوز در ایران بت پرستی است، آدم پرستی است، رهبر پرستی است، سید پرستی است. چه دگرگونی! و بر سر هر زنی ما، از مجاد خلقش بگیر، از دیگر کسانش بگیر، نماد زوره، نماد بندگی است، نماد کنیزی است، نماد بت پرستی است. این چیه؟ روسری بر سر هر زنی باشه. و زنهای ایران اگه به اون خودآگاهی رسیده بودن، ما اگه بستر گنجشک ها یه چیزی بکنیم اصلشو بر میدارم. اگر روی من گستم میچنوندم، کتم در میوردم میداختم روی یک میش، میگریخت که اصلا این از بندازه بیرون. چه دگرگونی! ما در چه زمینا چند نمونه من به شما برم چند چیزی رخ نداده. و اون هم در اون زمان، در زمان خود بچگی من در شهر من 30 تا 40 تا بیشتر خوندن نوشتن نمیدونستن. در این زمان که این همه دانشگاه پا گرفت و 50 سال فرهنگ اروپایی میخواست تو ایران بیاد، بریزی تو خیابان بگی الله اکبر، هنوز میرم پشت با میگن الله اکبر. من هیچ درگیری با الله ندارم، ولی ایران تا که وابسته به اندیشه های هزاران سال پیش باشه. و دیگر این که ایرانی که میگه من امپراتوری داشتم، ما بنیانگذار چیز بودیم، ایران مرد پر گوهر میخونی، چه وابستگی هست؟ ایران نگاه کنید مانند یک کلونی هست، مانند کشورها دیگه که مثلا کلونی انگلیس خیلی هم تازه بهتره، باز به سوی انگلیس نماز دیگه نمیخونن، یعنی اینا به سوی عربستان سعودی نماز میخونن و بیشتر نامهای ایران شده عربی. تا گذشته اصلا گناه بود، زشت بوده که نامش رو داره پرویز، بیجه، چه نامهای زیبایی. و من هنگامی که دارم می‌نویسم بدون این واژه‌های فارسی خیلی قشنگ می‌نویسم، میتونم با لاتین بنویسم، خوانا درست و واژه‌ای مثلا ما به جای بگیم موفق ما نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم پیروز. ما واژه‌های فارسی خودمون خیلی قشنگ میتونیم بیان کنیم. ما هنوز نمیتونیم واژه‌های عربی مثلا با واژه معلوم میگه معلوم، خب میگه معلوم، شاگرد مینویسه معلوم، عینش نمیذاره، بعد آموزگاری میکشه تو گوشش میگه عینش چی شد، برای که شاگرد به همون گونه که آموزگار بیان میکنه معلوم، اونم میرسه عینش نمیذاره. بعد میگه این واژه ها فارسی شده، نشده، این واژه ها به هم فرم عربیش مونده، خب ولی ما بیانش نمی کنیم و چیز میکنیم. ما خیلی کار داریم، همه این واژه نامه ها باید فارسی بشه. غلام محمد، حالا نام من ضیاءالله هست، نور خداست، خب ولی غلام محمد عبدالله، مرسی.